تاجرین عزیز به خانه خوش آمدید. دستای سخاوتمند بنیادهای خیریه و تاجرین خیر به خصوص بنیاد خیریه عزیزی و آقای میرویس عزیزی اشک غربت به لبخند وطن مبدل ساخته است. بیننده عزیز ما را همراهی کنیم. امروز هم فعالیت های بنیاد پوشش رسانه‌ای میدیم و همچنان امروز چهارشنبه 12 سنبل 1404 هست. بنده عبداللطیف از ولایت هرات ولسوالی انجیل تشکر میکنم از خیریه برادران عزیزی و جناب آقای میرویس عزیزی. یک جهان سپاس از این کمک های شما. تشکر، لطف میکنیم، مهربانی میکنیم. یک دنیا ممنون. محمد نجیم رحیمی هستم از ایران، بازگردانش ایران. از آقای میرویس عزیزی از بنیادهای خیریه دیگه که همکاری میکنن در مجموع یک دستاورد خوب بر تمام ملت ایجاد کردن. جهان سپاس، تشکر از همشون.